امروز والا نه کدام ده کلمه داریم نه هم کدام دیالوگ، فقط یک گپ حق. ممی خوار یک لک بدبینی را که دمی گرد بر ما در نقاب رفیق ولی 5 واری گردک زده میرن. اینا هر کدامت به خودم میگیره بگیره. امی کسی که به خود میگیره زن پدر امورم، چون بدبین است که به خود میگیره. اینا هر گویم که میخوره دستتانم خلاص. از نزداکت و احترامی که ما در مقابلتان داشتیم زیادی سوء استفاده شد. پیش روی ما چاپلوسی و چرخگیری باز پشت سر ما سگواری میجفن. اما گپ راست است که میگه گپ اگه حق باشه پشت سر گفتن نمیشه جوان. اگه مرد استی پیش رویم گپ دیم و بگویم سعیس امی جرأت گفتنش هم خداش دی. سگواری نجف انسان واره گپ بزن سگ صفت طایفه. و مادرای غرتان از این که ارامی زایده شما ارامی ها را زایده به اندازه کافی شرمسار است. از ادب و اخلاق چیزایی که مادر خطاسته چون نداره از هم شرمسارش نکنه تا فسک. والله نرجت جولا را ببین میای سر ما پرس میکنه آبیدر ندارم استخوان خلاص شد. والله اینا ندارم نگه استخوان به شما طایفه سگ بندازم. استخوان فروشی ها خالی شد به اون پدر شما سگ صفت طایفه نالد.